زحمت ها باید بکشه. حالا یک پیغمبر، یک وصی، یک ولی که حالیش کنه که بابا تو خودت همه چیز هستی، تو خودت همه چیز هستی. اگه میگی خدا خودت، اگه میگی قیامت خودت، اگه میگی بهشت خودت، اگه میگی جهنم، اصلا تو خودت. میگن فلاس کون جامع، انسان کون جامع، همه چیز در درون توست. قول حضرت امیر علیه السلام و تزعم انک جرم صغیر و فیک انت والعالم الاکبر. خیال میکنی جرم صغیری هستی، همه عالم در درون توست. چه خون دلها باید بخوره یک انسانی که هدایت، به هر حال هدایت رو به عهده گرفته، که بعد بهشون حالی کنه آقا جان سر تو از آسمان بیار به درون خودت. خدا رو میخوای، در درون وجود تو یک منطقه است که اگر بتونی از حجاب ها رو کنار بزنی، از قیود، از تعینات، از تعلقات، اینها رو کنار بزنی، بری بری بری، یک منطقه است، یک منطقه اطلاقی، یک منطقه که در اونجا دیگه توی نمیدونم متخیل، توی متعقل، توی باصر، توی سامع، توی سمیع، توی بصیر، این قیود نیست که در اونجا منم فقط، نه من اینجوری، من اون منطقه اطلاقی وجود تو خداست. این حالیش کنید، یک سیر در ادراک بدی، ادراکشو برعکس کنی، در آسمان دنبال خدا نباش، در آسمان وجود خودت دنبال خدا باش. یک منطقی در انسان هست که تلاقیگاه انسان است با خدا. یک منطقی در انسان هست که بهشت انسان اونجاست، جهنم انسان اونجاست. یک منطقی در انسان هست که قرآن وجود انسان در اونجاست، منطقه قرآنی وجود انسان. چقدر باید خون دلها خورده بشه که بفهمان او بغدم که تازه اون کسانی که میتونن حقیقت رو درک کنن، درک شهودی کنن، یک نفر دو نفر، بیشتر نیست.